این فیلم رو ببین. I find your work really inspiring. چی گفت؟ همینو گفت. تقلب کن حداقل همینو گفت. گفت I find your work really inspiring. معنیشو بگو. فقط inspiring رو بلد نیستی. inspiring یعنی الهام بخش. برو. زبان آموز میگه من پیدا میکنم کار تو رو بسیار الهام بخش. من کار تو رو الهام بخش پیدا میکنم. یعنی درسته گم شده ولی من میگردم با الهام پیداش میکنم. نه افتضاحه. حالا چرا بچه ها یادتون باشه کلمه find بچه ها یه معنا داره با معنای پیدا کردن که خودت بلدی، یه معنای دیگه داره با معنای دریافتن و فهمیدن یک چیزی. پس وقتی من به شما میگم I find your work really inspiring یعنی من اثر تو رو، کار تو رو بسیار الهام بخش دریافتم. یعنی خوندم و فهمیدم الهام بخشه. متوجه شدی؟ پس اصلا گم نشده بوده. شد یکی دیگه بهت میگم. به شما میگم I found this place peaceful. معنیشو خودت بگو. باریکلا. من این مکان رو بسیار آرام دریافتم. یعنی فهمیدم اینجا خیلی آرومه. حله. پس این معنای find رو هم به خاطر بسپارید، استفاده کنید، لذت ببرید.